شنوندگان نهایت عزیز به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. میفهمین که موضوع بحث ما انتخابات است و مهمانای نهایت محترم ما پوهان سیدی صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و محترم بلقیس روشن عضو مشرانجر، همچنان محترم آقای حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت هم تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم. محترم روشن تاسو هم دا اردوونکو پښتنه اوریدلې وي په وروستیو شیبو کې زنګونه وهلي که په هغې ارتباط او په مجموع کې څه باید وشي چون د خپرونې نه باید استفاده وکړو؟ مهرباني. چی باید بشه؟ شما بسیار سوالی است که ما فکر کنم که بسیار بر مردم مشکل نیست. خب به این کسایی که سر قدرت است مشکل است که باید نبفهمن که اینا آدم شوه. گفتی مردم عادی در رابطه با برق، اینا یک تنها برق نیست. شما مطمئن باش همون تلویزیون های شخصی هر فرد از اینا داره. تلویزیون نورین مربوط مسعود است، تلویزیون آینه است مربوط دوستم، هر کدام نگاه و دیگه است که با گفته خود از اینا که بین هم مفته که امروز سالی گفت پایه برق تلویزیون محقق ایران میته و ما چون که ماش کارمندایش آیسای پاکستان میته. ببینید اتحادها از اینقدر نازک و بویناک است که یکی بر خود یکی دیگه شیطانی چی میگن جاسیاشان میکشند. اگر این واقعا محقق همچون مشکلات داشت و امروز سالی مگه زبانت لال شده بود که امیر 2 ماه 3 ماه 4 ماه پیش که اتحاد داشتی میگفتی؟ ببینید اینا اینی تو مردم است که اگر جنایت میکنه چی در وزرایشان است، چی در پارلمان وکیلا و سناتورایشان است، اگر سر دختر مردم تجاوز میکنه، اگر سر زن مردم، سر مال مردم، زمین مردم غصب میکنن، یکی که دیگه خود معاف میکنن. در غیر از اون یکی برای یکی دیگه میکشن که تو این قدر جنایت کردی، من قدر تو این قدر دزدی کردی. بینان اینا نمیتن. واقعا لودین که لاف میزنه که ما 200 300 دوسیه را بردیم تحویل لوی سالن‌ولی کردیم. خب لوی سالن‌ولی که منتظر است چی وقت کمیسیون خاص یا محکمه خاص به اینا تشکیل شه، به والیا، به وزیرا، به رئیسا و وکیلا و غیره و غیرش، اینا کلش دروغ است، اینا کلش فریب مردم است. ولی که یکی به دیگه خود سند میکشن، اما هیچ وقت اینا به محاکمه که دیگه خود نمیکشن، خاطر که خودشان متهمین هستن. همونطور که پیشتر گفتیم که اینا شاهدی بزرگه که صداش شما پیشتر ماندین خود شخص کرده است که گفتن که اینا جمعیت و حزب اسلامی و وحدت و فلانی مردم اینقدر کشتن و تباه کردن و دگاهشان هم اقرار میکردن. اما گپ اینجاست که امی افراد زیادتر پس امروز امریکا، باز که میگیم امریکا یک قشر قروت خوب از اینا جور کرده، یکی پلو یکی دیگه مانده که هم مردم رو سردرگم کنه که اینا میتونه و وحدت دارن، پشتونا و تاجیکا و ازبکا و بنابر گفتیم مسائل زور قومی و نشان دادن و فقط تیکداران قوم یعنی 24 5 تایی هستن که سر قدرت هستن، کسی دیگه نیست. ما میگیم نه، اکثریت مردم افغانستان خوب هستن، اما این فرصت با کمک باداران خارجی خود این مردم گرفته. و اگر سر سیستم یا می حالتی که به گفته شما هست پس چطور کنیم؟ باید نه، ما میگیم اگر سیستم همی است، اگر خارجی ها سر ما تحمیل میکنن، شما تصادف دیگر ببینید که پایگاه ها، امضای پایگاه ها و انتخابات اینا قدر کشال دادن، کش دادن تا همزمان شود. اینا بر هر کدامش میگه هر کدامتان که خاک ارزانتر بفروشین اونمو ریاست جمهوری است و اینا هر کدام با پای امریکا خاطر دادن که ما برای د امنیت مسله چې د خود افغانستان د ملي ګټو سره شاید اړخ ولګي ځکه افغانستان یو ضعیف مملکت دی. بلې تاسو د ټلیفون په لیکاست دی. زه خپل سلامونه تاسو د دې پروګرام مېلمنو سره وړاندې کوم. وعلیکم مهرباني ورونه. نو فوزي صاحب از مدن خطر. بله. منګه دوی ازمویلي دي، په لاس کې سم دوی ازمویلي دي. د افغانستان خلک د خاورو سره برابر دي، کابل له خاورو سره برابر کړي. شیاب صاحب نن په کوم مغزان کاندیدای چې د کابل ته راغی او دا بیانې ورکړ چې پکې دا د کابل ښار چې پکې دا د کافرانو ښار دی، دلته باید نوی ښار جوړ شي. دا له دې خو باسي نن ورځ شیاب صاحب ځان کاندید کړی دی. زه دته د اطمینان ورکوم چې شیاب صاحب دې سوال به ان شاء الله څنګه کې د خدای رضا و او زما دا خو نه ایله چې دا خبرې په راډیو کې کوي، دا خبرې په ولسي مجلس کې مو عمل ته په خپل د خپل ګویانو دغه وکیلانو ته او د افغانستان سیماندارانو ته ورته دغه خبرې وکړه. راډیو نه نو کوه، عمل ته د رښتیا په میدان کې د خپل تشکر از نظرتان. خب برام روشن مهرباني وکړئ تاسو کوم پوښتنې راځي راههای حل البته د حل په لارو باندې چاره چی است؟ بله چاره پیش از که گفتی چی به چاره بریم اول خب مشکل در اینجاست که همین گپ شما پیشتر یک دوست ما از خوست گفت که روشن فکر چی
بشردوست خود کاندید کنه. این ما شما عملا برد تیم ملی فوتبال افغانستان دیدیم که بر مردم افغانستان هیچ فرق نمیکرد که اینا کیا هستن، از کجاست، از آرست، از کدام قوم و ملیت، همشان یک صدا برآمدن و یک صدا بودن. و در انتخابات اول دیدیم که نسبت به انتخابات گذشته و نسبت فعلا مردم به یک امید رفتن. زن 70 ساله هم رفت، زن مرد پیرم رفتن برای دادن، اما دیدن که عملا یک چیز دیگه برآمد از آب. و امروز خب از ائتلافا خب بدتر از او و در پلوی از اینا کسایی که گفتیم پیش مردم هنوز جنایتکار هستن، متهمین هستن، خائنان ملی هستن که امروز یکی به یکی میره خود کاندید میگه. در پلوی از اینا روشن فکرایی هستن که متاسفانه خود فروخته، خائن، ذلیل که به پای دشمنای مردم افغانستان افتاده. و فقط مشکل نمیجاست. گفتیم وقتی اینا پول دارن، زور دارن، زر دارن، پشتبان خارجی دارن، نه اکثرا مردمایی که خوبم باشه کاندیدم خود اینا به زور تفنگ میره رای مردم در صندوقای خود مندازه، به زور پول خود میره رای. بس وقتی که این مردم ها سر قدرت باشه اینا ممکن است اول خود که مردم واقعی بتونه که اکثریت شود، چی در پارلمان، چی در قوه اجرایه، چی در قوه قضاییه هم. خب از این مردم ها شما یک راه حل پیشنهاد کردن نمیتونین. خب این چیزا رو کلگی مردم میفهمن. منظور ما از رادیو است که چطور به مردم حداقل یک راه گنجشکه نشان بدیم، نه که حداقل یک کار بکن، یک راه گریز برشان. شمالی خب کل گپار این چیزا رو گفته میرین. بله نه خب راه گریزی است که گفتیم اولی مردم ما متحد شون که این افراد از قدرت دور شون. بعد مردم ما مشکل ندارن که کیست کی سر قدرت می از کدام قوم است. خدا کنه ارسه تاش هزاره باشه، خدا کنه از اهل حنود باشه، بر مردم فرق نمیکنه. ولی که مردم ما باید متحد شوه، بیشتر از این فریب مردم ها نخوره. اگه ما قبول کنیم که سیستم امیست، امی مردم سر قدرت است، اینا حاکمای ماست، خدا هم در پشت از ایناست، آمریکا هم در پشت از ایناست، تنظیم هم در پشت از ایناست، پس هرگز ما نباید جرأت کنیم که در میدان بیایم یا بگوییم که ما میرسیم پس این قبول کنیم که خودش از نظر من یک ضلالت است، یک بدبختی است. من میگم مردم افغانستان و مردم دنیا، مردم طوفانی است که اگر دیر ممکن که به پا شود، اما به پا شود هیچ زورمند نمیتونه جلوش بگیره. صحیح است. منتها اینا یک نوع طرز دید تر ایدئولوژیکی واریسته. محترم روشن یه وقت لري سه مهرباني. شکر. ما به این باور هستم که زور مردم زور خداست و اگر مردم ما متحد شود هیچ نیروی نمیتونه پیش روشان بگیره. و بهترین راه حل است که مردم کوشش کنه چهره های منحوس شناخته شده که امروز خود کاندید میکنه او رو بر مردم دیگه افشا کنن تا اونا مردم بهتر بشناسه. و گفتیم مردم چاری نداره جزی که بین کثیفترین و کثیفتر به یکیش یک تعداد رای خواد دادن، اما اکثریت مردم فکر نمیکنن به پای صندوق های رای بره و بالاخره کس خواد شیشت که او را مهر آمریکا را بخوره.